من میخوام یه آزمایش ساده و خیلی جالب بهتون نشون بدم. میخوام از هوش مصنوعی کمک بگیریم برای اینکه ببینیم آیا میشه زبان فارسی امروزی رو به وسیله خط پهلوی نوشت. شاید این سوال برای شما هم پیش اومده باشه که مگر ما ایرانی ها خطی رو نداشتیم که از خط عربی برای نوشتن فارسی استفاده میکنیم. اگه خارج کشور زندگی میکنی حتما برای شما هم پیش اومده که خارجی ها از شما سوال کردن تفاوت زبان فارسی با عربی چیه. حتی خیلیشون تفاوتشو نمیدونن. دلیلش هم اینه که میبینن ما از خط عربی استفاده میکنیم و همونطور که میدونید زبان فارسی از ریشه‌ای با عربی کاملا متفاوته. یک زبان هند اروپایی گفته میشه، در حالی که عربی ریشهش سمتیکه. همونطور که خیلی از شما میدونید زبان فارسی باستان زبان پهلوی بوده که ایرانیان قبل از اسلام با این زبان صحبت میکردن و الفباشون الفبای پهلوی بوده. اول این نکته رو بگم، این پهلوی ارتباطی به خاندان پهلوی، محمد رضا شاه و رضا شاه پهلوی نداره. بیایم الان میخوام توی بریتانیکا نگاه کنیم ببینیم در مورد الفبای پهلوی چی میگه، یه اطلاعات مختصری از این بگیریم. میگه پهلوی الفبت، میگه الفبای پهلوی سیستم نوشتاری است که ایرانیان فارسی زبان، ایرانیان پارسی، مردم پارسی از 2 قرن قبل از میلاد مسیح شروع به استفاده ازش کردن و تا پدیدار شدن اسلام از اون استفاده میکردن. اینجا یه چیز دیگه اضافه میکنه، میگه که کتاب مقدس زرتشتیان همون اوستا در یک شاخه ای از زبان پهلوی به نام اوستایی نوشته میشده. و اینجا یه نکته دیگه اینجا ذکر کرده که بعداً بهش برمیگردیم، نکته جالبیه. میگه که الفبای پهلوی از الفبای آرامی نشأت میگیره. به این بعداً برمیگردیم. الان بریم سراغ هوش مصنوعی ببینیم که این آزمایش جالب، خیلی جالبی که گفتم چیه. من از هوش مصنوعی اومدم در مورد زبان پهلوی سوال کردم، خط پهلوی، و از هوش مصنوعی خواستم که برای من یه جدول تهیه کنه. همینجور که میبینید در چت جی پی تی گفتم یه جدول تهیه کنه که سمت چپش الفبای فارسی امروزی باشه که همون الفبای عربیه، ستون سمت چپ، و ستون سمت راست برای هر حرف عربی اگر ممکنه معادل پهلویشو پیدا کنه. همونطور که ببینید یه جدول قشنگ اینجا تهیه کرده. از اول شروع میکنیم. الف، حرف الف اگه نگاه کنید معادل پهلوی پیدا کرده، میگه اینه معادل پهلویش. ب معادل پهلوی پیدا کرده. پ پیدا کرده همینطور که میبینید. ولی میاد مثلا میاد اینجا برای ه، برای هی جیمی، این ه معادلی پیدا نکرده. همینطور برای بعضی از حروف دیگه معادل پیدا نکرده. اما ببینید برای وقتی مثلا همین ه رو نگاه کنید میگه no direct equivalent، معادل پیدا نکرده. ولی جالب اینجاست که برای اون یکی ه که تو فارسی داریم، هی دو چشمی، یه معادل پیدا کرده. دوستان میدونید که ما در فارسی این هی جیمی و هی دو چشمی رو با یک صدا تلفظ میکنیم. اگر یک نفری به یک فارسی زبان گوش بده نمیدونه کدوم یکی از این هی ها رو داره تلفظ میکنه. مثلا اسم حاتم که با هی جیمی نوشته میشه ما میگیم حاتم،
و تفاوتی با اون که ه نداره، در حالی که میدونی این کلمه رو عرب زبان ها ه رو، هی جیمی رو با هی دو چشمی کاملا متفاوت تلفظ میکنن. اگه تو جدول رو ادامه بدیم نگاه کنیم میبینیم که برای صاد هم معادل پیدا نکرده، در حالی که برای سین معادل پیدا کرده. ببینید معادل سین اینه ولی برای صاد معادل پیدا نکرده. بازم برمیگردیم به همون توضیح قبلی، در زبان فارسی سین و صاد یک صدا دارن. چرا ما از صاد استفاده میکنیم در الفبای امروزی؟ برای اینکه این الفبا اصولا از عربی گرفته شده و برای نوشتن زبان فارسی نبوده. بقیه نمونه ها تای دسته دارم همینطوره. اگه نگاه کنیم معادل برای ت دو نقطه معادل در پهلوی وجود داره، برای تا وجود نداره. این چی رو نشون میده؟ نشون میده که اگر خط پهلوی بعد از یه سری تغییرات لازمه برای زبان نوشتن زبان فارسی امروز استفاده بشه، از یه جهت دیکته فارسی ساده تر میشه. وقتی به شما میگن کلمه مثلا کلمه ظاهرا رو بنویس، در پهلوی برای ز فقط یه شکل وجود داره. ز نگاه کنید اینه. چرا؟ برای زال معادلی که نشون میده اینه و برای زیره هم همونه، همون شکل رو نشون میده. پس برای ز، صدای ز فقط یک نمونه داریم. نگاه کن برای زال، ببخشید بذار زال رو نشون میدم، برای زال هم معادل نداره. پس از همون زی که نشون دادیم بعد استفاده بشه و برای ذات هم به همین شکل معادل نداره. پس اگر ما از زبان پهلوی استفاده کنیم، نوشتن کلمه مثلا کلمه ظاهرا بسیار ساده‌تر خواهد شد. شما میدونید که فقط یه ز بیشتر نیست، همون یه ز رو ازش استفاده میکنید و ه هم همینطور. ظاهرا ه در زبان پهلوی نشون دادیم که یه دونه سیمبل، یک کاراکتر بیشتر نداره. دیکته فارسی ساده‌تر خواهد شد. من اومدم از چت جی پی تی، همین هوش مصنوعی، یه سوال دیگه هم که ازش خواستم که بیاد این اسمای حروف پهلوی رو برای من بنویسه. گفتم یه ستون سوم به جدولت اضافه کن، اسمای حروف پهلوی رو اونجا برای ما بنویسیم. همینطور که میبینید یه ستون سوم سمت راست اینجا اضافه کرده، اسم کاراکترهای پهلوی رو نوشته. چیزی خیلی جالبی که من یاد گرفتم این بود که نگاه کنید مثلا الف در زبان عربی اسمش الف بود دیگه، الفه. در پهلوی هم اسمش الپ هست، خیلی نزدیکه. ب، بت، یه تی آخرش داره. پ. نگاه کنید مثلا برای سین، برای سین اسم سین هم یه چیزی شبیه سین، سیمک. و برای شین، شینه، همون شینه. اسما خیلی نزدیکه. برای دال همون داله، اسم پهلوی رو اسمش داله. برای ز، زال یا رزه، هر دو رو یکی استفاده میکنه، یک کاراکتر و اسمش زین هست. ببینید مثلا نمونه‌های دیگه، لام، لامو میگه لاماد، خیلی نزدیکه. میم همون میم اسمش، نون همون نون اسمش، واو همون واو اسمش. این شباهت اسامی حروف پهلوی به حروف عربی از کجا میاد؟ بیاید نگاه کنید. من اومدم اینجا نگاه کردم. ببینید ما اول به شما نشون دادیم که زبان پهلوی اینجا تو بریتانیکا میگه از الفبای آرامیک ریشه میگیره. الفبای پهلوی از الفبای آرامیک
آرامی ریشه میگیره. و اگر به عربی نگاه کنیم، الفبای عربی در ویکیپیدیا نگاه کنید، اینجا الفبای عربی رو عربیک الفابت نوشته و اینجا ریشش یا پدر بزرگش همون آرامیه. پس خط پهلوی و خط عربی هر دو از آرامی ریشه گرفتن. اگرچه زبان عربی و زبان پهلوی دو تا ریشه متفاوت دارن. زبان پهلوی هندو اروپایی، زبان عربی به اصطلاح میگن سمیتیکس، ولی از نظر خطی هر دو زبان از خط آرامی ریشه میگیرن خطاشون. بعد این سوال به ذهن من اومد که زبان عبری چطور؟ زبان عبری که یهودی ها ازش استفاده میکنن، میدونین که یکی از زبانهای قدیمی خاورمیانه است. اومدم من به زبان عبری هم یه نگاهی کردم. اینجا در ویکیپیدیا هیبرو الفابت، بسیار جالبه، نگاه کنید. اسم الفبای عبری که اسرائیلی‌ها امروز از این زبان عبری در اسرائیل استفاده میشه، اسمشون رو نگاه کنید. حرف اولشون اسمش همون الفه، بعدی ب. اینو تو پهلوی بهتون نشون دادم که همون ب. اینم جیمل، همون جیم خودمون، جیم عربیه. تو پهلوی هم یه اسمی شبیه این داشت. دال که نشون دادیم تو عربی و پهلوی هر دو، این میگه دالت، اونم هر دو دال میگفتن. یه واو هم داره که عربی و پهلوی داشتن. زین تو پهلوی بود، این زین در پهلوی به شما نشون دادم. زرو اسمشو میگن زین و همینطور میم، مم، نون و لامد. دیدی تو پهلوی هم ما به شما نشون دادیم که لاماد بود اسمش. و اینجا میبینید که در زبان عبری هم اسمش همون خیلی شبیه لاماده، لامد میگه اینجا، لامد. و این نزدیکی شگفت‌انگیز زبان خط عبری به خط پهلوی عربی از کجا میاد؟ اگر بیا اینجا نگاه کنید، درخت زبانها، خطا رو نگاه کنید، همینطور که میبینید عبری هم از آرامی نشأت گرفته. زبان هیبرو، عبری، پدرش آرامیه یا پدر بزرگش، پدرش زبان خط آرامیه. خط عبری پدرش خط آرامیه. و دیدیم که عربی و پهلوی هم خطاشون از آرامی گرفته شده. برای همینه که این سه زبان اینقدر شباهت اسمی داره کرکتراشون. یه نکته شگفت انگیز دیگه‌ای که بهتون نشون بدم در مورد الفبای یونانیه. شاید کسایی که از ریاضی یادشونه یا رشته‌های ریاضی مهندسی یا علوم خونده باشن، دیدید که از الفا، بتا، گاما استفاده میشه، حروف یونانی. و من اینجا حروف الفبای یونانی رو به شما نشون بدم، اسماشونو. الفا اولین حرف یونانی، میبینید که هم مثل همون الف خودمونه، اسمش خیلی شباهت داره. الفا اسمن شباهت داره. بتا، بت نشون دادم بهتون در پهلوی اسمش BET بت بود و در عبری هم همین بود. گاما همون جیم خودمونه، تو عبری هم همینجوری بود، پهلوی نزدیک بود اسمش، عربی هم که بهش میگین جیم. دلتا همون دال خودمونه، دل، میبینید چقدر اسمش نزدیکه. و لامدا هم احتمالاً همون لام خودمونه، لامدا داریم در یونانی. باز این سوال پیش میاد چرا خط یونانی این اسماش یه شباهت هایی به اون سه تا زبان دیگه که صحبتش کردیم داره؟ اگه بیا نگاه کنید اینجا
نوشته خط یونانی از خط فینیقی ریشه گرفته. فینیقیان الفابت، فینیشیان الفابت. نگاه کنید، خط یونانی از فینیقی ریشه گرفته و اگه ما بریم سراغ پهلوی و عربی و عبری که هر سه از آرامی نشأت گرفتن، ریشه گرفتن، الان بهتون نشون میدم. آرامی خودش از فنیقی ریشه گرفته. نگاه کنید اینجا درخت رو که نشون میده، گفتیم عبری از آرامی گرفته شده و آرامی هم از فینیقی گرفته شده. پس تمام این زبان‌ها، 4 زبان مورد بحث ما، عربی، خط، البته خط با زبان فهم کنیم، بذار دقیقاً صحبت کنیم، دقیق‌تر صحبت کنیم. خط پهلوی، خط عربی، خط عبری و خط یونانی همگی جدشون فینیقی بوده، فینیشیان. فینیقی ها یک تمدنی بودن که هزاران سال پیش در مدیترانه زندگی میکردن. به نظر من جنبندی من اینه که ما خط فارسی امروز رو میتونیم با حروف پهلوی بنویسیم. البته یک سری کارهایی باید روش انجام بشه، قطعاً یه سری کارها باید انجام بشه. یک حروفی ممکنه دستکاری لازم داشته باشه، حروفی ممکنه اضافه بشه به پهلوی تا بشه خط فارسی امروز رو با پهلوی نوشت. ولی به نظر من این کار عملیاتی هست، قابل انجام شدن هست. دلیلش هم این هستش که شباهت هایی که پهلوی به عربی داره و همچنین به عبری داره و به یونانی داره و ما میدونیم زبان عبری، خط عبری امروز در اسرائیل در یک جامعه مدرن استفاده میشه، رو کامپیوتر استفاده میشه. به همین ترتیب خط یونانی و خط فارسی خودمونم عربی هم که استفاده میشه. پس در دنیای امروزی این خطای نزدیک خط پهلوی دارن استفاده میشن و اگر نگاه کنیم از نظر تاریخی ما میدونیم که آتاتورک در ترکیه خط ترکی رو تغییر داد از خط عربی یا همون فارسی که از فارسی میگن. این ترکا اصولا خطشون رو از عربا نگرفتن، از فارسا گرفتن، از فارسی از ایران گرفته بودن، برای اینکه این حروف گشپژ در فارسی وجود داره و با این وجود آتاتورک تونست سیستمشون رو به لاتین عوض کنه. حالا دلایل جامعه شناسی تاریخی خودش رو داشته که خواسته از خط عربی فاصله بگیره و در این که به سمت لاتین رفته اونم باز دلایل متفاوتی داره. ولی یه دلیلی که من حدس میزنم اینه که ممکنه برای ترکی اون بیشینه‌ای مثل پهلوی که زبان فارسی داره همچین بیشینه‌ای نتونسته پیدا کنه. اگر پیدا کرده ممکنه، چون ترکی از آسیای میانه میاد و از نظر زبانی خیلی نزدیک نمیگم خیلی ولی نزدیک به زبانهای آسیایی مثل چینی و غیره هست، احتمال داره الفبای بسیار پیچیده‌ای داشته مثل الفبای چینی که 10,000 کاراکتر رو چینی‌ها باید حفظ کنن تا بتونن خطشون یاد بگیرن. شاید یه همچین خط پیچیده‌ای بوده که آتاتورک تصمیم گرفته بره به سمت خط لاتین. به هر ترتیب به نظر من استفاده از پهلوی برای نوشتن فارسی کار ساده تری خواهد بود از اون کاری که آتاتورک کرد. به علاوه بر این که ما در دنیای مدرن از کامپیوتر میتونیم استفاده های بسیاری بکنیم. شما واسه کامپیوتر مثلا میتونید
در شاید چند دقیقه، در بدترین حالت در 1 ساعت این یک کتاب بدید، یک کتاب کامل رو بدید به کامپیوتر و حروفش رو تبدیل بکنه به حروف پهلوی. اگر این برنامه‌اش نوشته بشه و بخواد این انتقال انجام بشه، بسیار ساده‌تر از کاریه که لازم بوده در دهه‌ها قبل در زمان آتاتورک انجام بشه. حالا یه نکته دیگه جالب به شما نشون بدم، اگر کسانی که با یونیکود آشنایی دارن، ما بیایم به ویکی‌پدیا صفحه زبان پهلوی که بهتون نشون دادم، خط پهلوی، نگاه کنید. اینجا الان خط پهلوی براش رنج یونیکود هم اختصاص داده شده، بازه یونیکود. نگاه کنید یونیکود و این کار رو ساده‌تر می‌کنه. ظاهراً محققین دانشگاهی برای تحقیقاتشون اومدن این یونیکود رو اضافه کردن و چه کمکی میکنه؟ کمکش اینه که اگر قرار باشه که زبان پهلوی رو مثلا روی تلفنامون خط پهلوی رو بخوایم استفاده کنیم، حداقل این بخش کار انجام شده، به کار رو بسیار ساده تر میکنه و من امیدوارم که دوستانی که فکر میکنن این ایده خوبیه برای من کامنت بنویسید زیر ویدیو. شاید بشه یه گروه‌های کاری داوطلبی درست کرد از بچه‌های فعال دهه 80 و 90 که تحرکات اجتماعیشون رو تو سالهای اخیر دیدیم. من فکر میکنم این بچه‌ها خیلی علاقه داشته باشن به جای اینکه موقع نوشتن کلمات رو تلفن با دوستاشون، به جای اینکه برن من خیلی هاشون رو دیدم بچه‌های جوان از حروف لاتین استفاده میکنن، شاید علاقه داشته باشن به جای اون از حروف پهلوی استفاده کنن. ما این کار رو به صورت یک سرگرمی فعلا شروع کنیم، افراد داوطلب کمک کنیم و اینو راه بندازیم. هر کی فکر کنه ایده خوبیه برای من کامنت بنویسید. خیلی ممنون که به این ویدیو من توجه کردید. روز خوبی داشته باشید.